درس 4 از دوره 60 روزه زبان انگلیسی. با ما همراه باشید. دوستان گلم سلام، به کانال یوتیوب کلبه زبان خوش اومدید. اگر برای بار اولتون هست که یکی از ویدیوهای کانال منو میبینید و هنوز عضو کانال من نشدید، لطفاً دکمه سابسکرایب ما رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. امیدوارم مطالب ارائه شده در درس قبلی مفید واقع شده باشه و بدون اتلاف وقت بریم سراغ درس بعدی. در درس گذشته اشاره داشتیم به اینکه احوالپرسی چیست، احوالپرسی به صورت رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی و اینکه چطور اعداد را از 0 تا 100 بیان بکنیم و بنویسیم و همچنین سن و اینکه اسم چیست، اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش و مثالهای اونها اشاره داشتیم. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. درس 4 رو با ادجکتیو یا صفت که جزئی از ساختار جمله در زبان انگلیسی و در تمامی زبان‌ها هست شروع می‌کنیم. ادجکتیو یا صفت کلمه‌ای است که توضیح و اطلاعات بیشتری در مورد اسم یا نون یا ضمیر یا پروناون به ما می‌دهد. برای مثال پیرهن گلگلی من، پیرهن اینجا میشه اسم و گلگلی میشه صفت، یعنی که اومده اسم ما رو توصیف کرده. اسب سفید تکشاخ، اسب میشه اسم، سفید تکشاخ میشه صفت ما. دختر زیبا، دختر اسم، زیبا میشه صفت. مرد بد اخلاق، مرد اسم، بد اخلاق صفت، چون اومده اسم رو توصیف کرده. گربه بازیگوش، گربه اسم، بازیگوش میشه صفت، نوعی از رفتار گربه رو توصیف کرده. پسر بی‌ادب، پسر میشه اسم، بی‌ادب میشه صفت. جنگل زیبا، جنگل میشه اسم، زیبا میشه صفت. برای مثال adjective plus noun، صفت به اضافه اسم. For example student میشه اسم که دانش آموز هست. pen خودکار، book میشه کتاب، teacher معلم. برای درک بیشتر مطلب my nice teacher معلم خوب من. teacher که گفتیم میشه noun یا همون اسم، nice میشه صفت که adjective ما هست. my nice teacher معلم خوب من. مثال بعدی he's good student دانش آموز خوب اون. he's good student دانش آموز خوب اون. بچه ها اینجا میتونید به من بگید که student چه نقشی داره و good چه نقشی داره؟ بله، student نون ما هست و good هم صفت یا adjective ما هست. speak book، book noun یا اسم، big adjective.
پس this big book noun ما هست. big میشه adjective یا صفت هستش که اسم ما رو توصیف میکنه. this blue pen، بچه اینجا noun و صفت کدوم یکی از اینا هست؟ blue چه معنی داره و pen چه معنی؟ و همچنین blue چه جایگاهی داره اینجا و pen چه جایگاهی داره؟ بله، blue میشه صفت و pen هم میشه اسم ما. خب میرسیم به personality adjectives یا ویژگی های شخصیتی. ویژگی های شخصیتی یعنی همون چیزهای کوچیکی که ویژه همون آدمه، یعنی منحصر به فرد خود همون طرف هستش یا به عبارت دیگه شخصیت طرف رو میسازه. مورد اول intelligent یعنی باهوش. intelligent تکرار کنید بعد من لطفاً. مورد بعدی confident. خود معنی confident میشه مطمئن، اما self confident میشه کسی که داره اعتماد به نفس هستش. پس معنی confident میشه مطمئن. مورد بعدی lazy یعنی تنبل. کلمه بعدی short بچه short میشه کوتاه. مورد بعدی medium height یعنی متوسط. یکی بعدی tall یعنی قد بلند. ستون بعدی heavy یعنی کسی اضافه وزن داره یا چاقه. medium میشه متوسط. slim یعنی باریک یعنی باریک طرف. thin یعنی لاغر. handsome یعنی اینکه خوش قیافه. beautiful یعنی زیبا. pretty یعنی قشنگ. good looking یعنی خوشتیپ. ugly یعنی زشت. خب اینها رو توی جمله به کار میبریم. برای مثال she is confident او اعتماد به نفس داره. she ضمایر فاعلی ما هست اگر که خاطرتون باشه بچه ها. is فعل to be ما که جزئی از امایز آر بود و confident هم adjective یا صفت ما هست. مثال بعدی he is intelligent یعنی اون آقا یا اون پسر باهوش هست. he میشه ضمیر فاعلی ما یا ضمیر فاعلی ما. is فعل to be. intelligent هم میشه صفت. she was lazy او تنبل بود. she ضمیر فاعلی ما. was میشه جز از همون فعل to be هست که حالا بعدا بهتون آموزش میدم و lazy میشد adjective یا صفت ما. she is short یعنی اون خانم کوتاه قده. she ضمیر فاعلی ما. is فعل to be. short میشه adjective یا صفت ما. he is medium height یعنی اون آقا قدش متوسطه. he ضمیر فاعلی. is فعل to be. medium height میشه adjective یا صفت ما. he is
tall یعنی اون آقا قد بلنده. بچه جایگاه he is و tall رو میتونی بر من بگی؟ پس یک بار دیگه مرور میکنیم. heavy سنگین، medium متوسط، slim میشه باریک، thin میشه لاغر. handsome خوشقیافه، beautiful زیبا، pretty قشنگ، good looking خوشتیپ، ugly زشت. و در ادامه personality adjectives strong یعنی قوی، strong قوی، weak ضعیف، weak ضعیف، dark یعنی کسی که چشم ابرو مشکی‌اند به قول فارسی زبان ها، dark. light یعنی کسی که بور هستند. گروه بعدی young یعنی جوان، young جوان. middle age یعنی میان سال، middle age میان سال. old میشه پیر، old پیر. funny یعنی بامزه، funny funny. serious یعنی جدی، serious serious. nice یعنی خوب یا دلپذیر، نجیب، nice. polite یعنی با ادب، polite با ادب. و کلمه بعدی rude یعنی گستاخ، بی ادب، rude. smart یعنی زرنگ، smart. intelligent یعنی باهوش، intelligent یعنی باهوش. shy یعنی خجالتی، shy. خب میریم رو قسمت ریویو یا مرور کردن دروس قبلی که در مورد to be verbs ما صحبت کردیم که I am میشد I'm apostrophe s و مخفف میشد یعنی من هستم. You are میشد you're یعنی شما هستید. He is میشد his یعنی او آقا هست. She is میشد she's یعنی اوی خانم هست. It is که مخففش میشد it's یعنی این هست که برای شی یا حیوان به کار برده میشد. We are که مخففش میشه we're یعنی ما هستیم. You are که مخففش میشه you're یعنی شماها هستید. و در آخر they are که مخففش میشه they're یعنی آنها هستند. For example برای مثال ساختار کلی یا basic I am من هستم. short یا مخفف شده I'm. Example I am intelligent. I'm intelligent یعنی من باهوش هستم. Basic you are یعنی ساختار کلی. short you're یا مخفف یعنی که شما هستید. Example you are short. You're short شما کوتاه قد هستید. Basic he is. Short his یعنی او آقا هست. Example he is tall. He's tall اون آقا قد بلند هست. Another example basic he is. Short his یعنی اون آقا هست. Example he is medium height اون آقا قدش متوسطه. He is medium height حالت مخففش. Basic it is. Short یا مخفف it's یعنی این هست.
Example: It is short. It's short یعنی این کوتاهه. این منظورش هم خطکش هست. البته اینجا اسمش رو نیاورده و ضمیر به جاش به کار برده. Basic we are. Short we're یعنی ما هستیم. Example: We are thin. We're thin یعنی ما لاغر هستیم. Basic یا حالت کلی you are. Short یا مخفف you're. Example: You are pretty. You're pretty یعنی شما قشنگین. Basic یا حالت کلی they are. Short یا مخفف they're یعنی آنها هستند. Example: They are dark and good looking. They are dark and good looking میگه اونها چشم ابرو مشکی و خوش تیپن به قول ایرانی‌ها. خب بچه‌ها میریم سراغ پرکتیس یا تمریناتمون که تا الان شما جایگاه فاعل، فعل، ضمیر فاعلی و همچنین صفت رو متوجه شدید. من اینجا 5 تا تمرین بسیار ساده براتون دادم که میتونید کامنت کنید یا اینکه آدرس جیمیل رو دارید برام بفرستید، من براتون تصحیح میکنم. جهت مرور کردن ساختار ساده جمله، یک بار دیگه فاعل رو ما اینجا تعریف میکنیم. فاعل گفتیم کننده کار هست، با فعل مطابقت داره و قبل از فعل میاد و جمله درباره آن است. و بعد اشاره داشتیم که فعل یا ورب ما بیانگر عملی که فاعل انجام دهنده اون هستش و یا به عبارت دیگه افعال کلمات انجام دهنده هستن، مثل خوردن، شنیدن، نشستن، رفتن، آمدن و خیلی چیزهای دیگه. برای مثال sentence structure ساختار جمله. Number 1 You are old میگه شما پیر هستید. خب من اینجا مشخص کردم subject, verb و کامپلمنتمونو. Number 2 The snow is beautiful برف زیبا هست. He is handsome اون خوشتیپه. Number 4 You are pretty اون خوشگله. Number 5 They are tall and good looking میگه اونها قد بلند و خوشتیپن. Number 6 She is smart میگه اون خانم باهوشه یا زرنگه. خب رسیدیم به پارت 2 از درس 4 این دوره. Negative and question. Negative میشه منفی کردن جمله، question میشه سوالی کردن. برای سوالی کردن جایگاه فاعل و فعل رو در جمله عوض میکنیم و برای منفی کردن به فعلمون یک نات اضافه میکنیم. برای مثال Number 1 They are tall اونها قد بلند هستن. خب ضمیر فاعلی ما اینجا they هست و are فعل to be ما، tall همیشه کامپلمنت ما یا کامل کننده جمله. برای سوالی کردن اشاره داشتیم که فقط جایگاه فعل و فاعل با هم دیگه چنج میشه. برای مثال They are tall they ضمیر فاعلی ما هست و are میشه فعل to be. توی سوالی کردن جایگاه این دوتا با هم دیگه حالت ضربدری تغییر میکنه، میشه are they tall و آخرش هم علامت سوال میگیره. حالت منفی یا نگاتیو ما گفتیم برای فعل حتما یک نات اضافه میکنیم و اول جمله هم یک نو میاد. نگاتیو No they are not tall نه آنها قد بلند نیستند. و حالت مخفف No they aren't tall یا No they're not tall نه اونها قد بلند نیستند. مثال 2 She is smart and shy میگه اون خانم smart و shy هست یعنی که زرنگ و خجالتی هست. she میشه ضمیر فاعلی، is میشد فعل to be ما، smart and shy میشد حالت صفت یا کامپلمنت ما، چون smart and shy اومده توصیف کرده و کمک کرده بیانگر یه حالتی بوده از she یعنی اون خانم. خب
حالت question یا سوالی ما is she smart and shy؟ میگه اون خانم زرنگ و خجالتیه. حالت نگاتیومون که گفتیم به فعل فقط یک not اضافه میکنیم. No she is not smart and shy. No she isn't smart and shy. میگه که اون خجالتی و زرنگ نیست. Number 3 You are funny. میگه شما با مزه هستید. Question Are you funny؟ میگه شما با مزه اید. نگاتیو No I'm not funny. نه من با مزه نیستم. خب رسیدیم قسمت پرکتیس که من اینجا چند تا کلمه براتون دادم و شما میتونید جمله سازی کنید و حالت سوالی و حالت منفی رو در جمله به وجود بیارید. Number 1 Shy polite. Number 2 smart short. Number 3 ugly. Number 4 nice. Number 5 young rude. خب رسیدیم به بخش demonstrative pronouns یا ضمیر اشاره. ضمایر اشاره به نزدیک this میشه این، these یعنی اینها و ضمایر اشاره به دور that میشه آن، those میشه آنها. برای مثال This is my book مفرد و اشاره به نزدیک داره، یعنی اینکه این کتاب من است. مثال بعدی That is my book که باز اشاره به مفرد داره و دور، منظور این هستش که آن کتاب من است. و ضمیر اشاره برای جمع These are my books که book اینجا اس گرفته و حالت جمع گرفته، یعنی که اینها کتاب های من هستن که اشاره به نزدیک هست. و در آخر Those are my books که باز book اینجا حالت اس گرفته و جمع هستش، یعنی اینکه آنها کتاب های من هستند. خب دوستان عزیز به پایان درس 4 از دوره 60 روزه زبان انگلیسی رسیدیم و امیدوارم که همچنان پر انرژی بوده باشید. اگر سوالی در خصوص درس داشتید میتونید از 2 طریق کامنت و یا آدرس جیمیل با من در ارتباط باشید. Thank you for watching this video. ممنون از نگاهی گرمتون. تا درودی دیگر، بدرود.